من میخواستم با اجازت دوستان از یک سوال عمومی آغاز کنم که در برخی از سوالها تکرارا آمده است و بعضی ها خواستند آشکارا بپرسند و بعضی دیگر حتی با کنایه و با یک آهنگ تحقیرآمیز که چرا پنهانید و چرا صحبت نمیکنید و چرا با مردم در تماس نیستید و از این حرفا که واقعا هم سوال درست منطقی هم هست، مردم هم حق دارن. دوستان عزیز، خیلی شفاف و آشکار میگم، گفتنی‌ها زیادند و باید گفتشان، اما چرا من عمدن این کارا نکردم طول این 3 سال گذشته که البته گاه در اینجا آنجا در مناسبت‌های گوناگون با مردم صحبت میکردیم. این طبعا نبود که کاملا با مردم صحبت نکرده باشیم، اما درست میگید مستقیما و پیوسته با مردم صحبت‌های زیادی نداشتیم و اینم دلیل داشت. اصلا من طرفدار اون نیستم که یک سیاستمدار چی موضوع درست است یا نیست، مناسب به او هست یا نیست، موقعی گفتنش هست یا نیست، همیشه در صحنه باید صحبت کند. مهم که همیشه در صحنه باشد، مهم که همیشه گپ زند. فکر میکنم این یک نقطه ضعف سیاستمدارا هست. نه تنها سیاستمدارا، بسیاری از حتی غیر سیاسیون ما هم متاسفانه گرفتار این مشکل هستند که همیشه میخواهند در صحنه باشند، همیشه درباره چیزی حرف بزنم. من بیشتر طرفدار آن هستم که سخن را وقتی باید گفت که حرفی برای گفتن داشته باشد و موقع و فرصتش فرا رسیده باشد. من چرا تا این وقت خاموش بودم به اصطلاح، اگرچه خاموش هم نبودم، به خاطر آن بود که دنبال مشغول کارهای تشکیلی بودیم. بالاخره وقتی که با مردم میوی صحبت میکنی باید حرفی برای گفتن داشته باشی، باید دیدگاهت روشن باشه، باید بدونی درباره چی صحبت میکنی. طول این 3 سال نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از این حادثه فاجعه باره که شد و خیلی هم ناگهانی و واقعا که همه در حالت شاک بودن، نیاز به یک فرصتی داشت تا اینکه خود را بازسازی کنیم، به هم بیاییم و بالاخره در این شرایط جدید جای خود را پیدا کنیم که ما در این شرایط نو چگونه میتوانیم فعالیت کنیم و برای آینده کشور چی برنامه داریم. تنها اون وقت میتوان با مردم صحبت کرد وقتی که شما مسائل تشکیلی رو انجام میدهید و حرفی برای گفتن با مردم دارید. اما همین که من بیام پس دوربین بشینم و فقط برای آن که مردم بگویند که خاموش نیست، هرچی از دهانم بیاد بگویم بی اساس، بی دلیل، بدون آن که بالای آن فکر کرده باشم، من شخصا طرفدار این گونه برخورد و مناسبت نیستم. حالا با دوستانی که میل دارن دیگر گونه خیلی باشه، خب کاری شخصی هم هست، ولی امروز که الحمدلله دیگر واقعا هم کارهای تشکیلی انجام شدن، ما در این مدت 3 سال توانستیم هم پیمان ملی تشکیل شد، هم نهضت فعالیتش از نو بازسازی شد و ما بالاخره با چند سوال در نزد خودمون جواب پیدا کردیم که ما کی هستیم، در چه شرایط هستیم، رقیب ما، طرفهای دیگر در کدام حالت هستند و در این شرایط جدید چگونه میتوان مبارزه کرد. وقتی که به این سوال ها نزد خود جواب پیدا کردیم، اینک لازم دانستیم که با مردم عزیز و شریف خودمون هم در تماس باشیم، دیدگاه خود را بگوییم، حرف مردم را بشنویم تا اینکه یک صحبت دو جانبه‌ای ثمرناک باشد. اما همین که بدون برنامه، بدون دیدگاه روشن من بیام هر روز پس دوربین بشینم و حرفای چپ و راست بگویم، به نظر من هم برای مردم خسته کننده است، هم مناسب به یک حرکت سیاسی محترم و یک سیاستمدار هم نیست. بنابراین همین فکر میکنم که مردم عزیز در خواهند کرد و این لحظه که الان ما با شما هستیم معنی آن را دارد که پیمان ملی تاجیکستان شکل گرفت و الان ما آماده هستیم، تنها من نه، تمام مسئولین پیمان آماده هستند که با مردم شریف در گفتگوی دائمی باشیم.